به نام خدا. در این ویدیو نحوه ثبت اول دوره اسناد پرداختی یعنی اسناد پرداخت شده از دست چک خودمان را در نرم افزار حسابداری آسان توضیح می دهیم. ممکن است قبل از راه اندازی سیستم حسابداری به اشخاص یا مشتریان از دست چک خود چکی را پرداخت کرده باشید که هنوز سررسید آن نرسیده باشد و حتما میبایست آن را در سیستم وارد کنید تا در زمان سررسید بتوانید آن را در سیستم پاس کرده تا مانده سیستم و بانک واقعی با یکدیگر همخوانی داشته باشد و یا اگر چک برگشت خورد بتوانید شخص چک را به راحتی در سیستم پیدا کرده و چک را در حساب آن برگشت بزنید. توجه کنید که برای ثبت مانده همه اول دوره ها حتما میبایست از قبل کد 992 را تحت عنوان حساب سرمایه در منوی معرفی حساب ها و اشخاص تعریف کرده باشید. برای انجام این ثبت وارد منوی پرداخت شده کد حساب سرمایه 992 را انتخاب کنید. در قسمت اسناد خودمان عدد 1 را وارد کرده تا پنجره مشخصات چک نمایش داده شود. در این قسمت سیستم مجدد کد حساب می‌پرسد که شما هم می توانید کد 992 سرمایه را انتخاب کنید و هم می توانید این کد را با کلید دیلیت پاک کرده و کد حساب مشتری خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید که با انتخاب این کد تأثیری در مانده حساب شخص مورد نظر ایجاد نمی شود و تنها جهت پیگیری سابقه چک می باشد تا در صورتی که این شماره چک برگشت خورد در زمان ثبت برگشتی سیستم این شخص بستانکار شود. شما می توانید در این صفحه 500 فقره چک را طی یک سند وارد سیستم کنید. در نهایت با زدن کلید اسکیپ و بازگشت به منوی قبلی می توانید در قسمت پایین صفحه شرحی برای این صفحه وارد کرده و سند را ذخیره نمایید. توجه داشته باشید در صورت داشتن زیر مجموعه برای کد 992 یا سرمایه میبایست در ابتدا کد حساب شریکی که چک ها برای اوست را انتخاب کنید تا مبالغ جزو سرمایه همان شریک وارد سیستم شود. با انجام این ثبت نرم افزار به صورت خودکار سند دو طرفه مابین کد 992 و کد اسناد پرداختنی صادر می کند. در صورتی که اطلاعاتی نظیر شماره چک، تاریخ سررسید، شعبه بانک و شماره جاری را در زمان انجام این ثبت اشتباه وارد کرده باشید، می توانید از منوی اصلاح مشخصات چک آنها را ویرایش کنید. اما در صورتی که کد حساب و یا مبلغ را اشتباه وارد کرده باشید حتما میبایست سند خود را در قسمت اصلاح یا ابطال سند کامل حذف کرده و مجدد از اول ثبت آن را انجام دهید. شما می توانید لیست چک های پرداخت شده را از منوی گزارش اسناد و اسناد پرداختنی مشاهده نمایید.